محبت به وطن و خانواده دوستان است که اهل کوی و برزم و شهر و وطن را فرا میگیرد. آنکه وطن را دوست نمی‌دارد از مهر و محبت بی‌خبر است. سلام بیننده های عزیز تلویزیون تاجیکستان، نشر نوبتی برنامه رواندرمانی را با شرکت روانشناس محمدالله دولتов پیشنهادتان می‌داریم. اگر آماده هستید پس شروع می‌کنیم. محمد از ناحیه باختر می‌نویسند که طول 9 سال می‌شود که مادرم با همسرم درست معامله نمی‌کنند. آنها پیوسته نزاع می‌کنند. مادرم همسرم را دائما تهمت می‌زند. دانستن می‌خواهم که چرا مادرم با ما چنین مناسبتی سر دارند. آیا او خوشبختی ما را نمی‌خواهد؟ خواهش می‌کنم بگوید که با آنها چگونه رفتار کنند. دوام 9 سال این یک مهلت خیلی کلان است که در این خانواده یک محیط ناسالم بین واقعا خودی کلین و خودی خوشدامن به عمل آمده است. پس معلوم می شود که یک تحلیل خیلی جدی این فضا را باید کرد و در سوال داده شده غیر امکان می شود تحلیل همه جانبه انگیزه های اساسی این محیط ناسالم را به عمل آورنده. ولی یک چیز را فقط همیشه باید اشاره کرد که وقتی که تهمت می شود، وقتی که این عمل صورت می گیرد، از نقطه نظر علم روانی تهمت را همچون عمل زورآورانه می گویند، همچون عمل زورآوری روانی می گویند. و وقتی که یک نفر را به اساس تهمت می کند شخص، این می تواند به شخصیتی و به پسیخولوژی و به روانی او تأثیر عمیق بخشد و به مناسبت های من بعدی این هر دو یک نوع خلل های ایجاد کند. بنابراین این 9 سال یک مهلت خیلی طولانی به شمار می رود. سوال پیدا می شود که در این دوام 9 ماه در این خانواده نفر پیدا نشد که در شورای خانواده نشینند و مشکلات اساسی این مناسبت عائلوی را روشن کنند. پس شوهر که در اینجا خیلی نقش مهم بازیده می تواند که یگانه متکای اساسی عائله‌اش به شمار می رود و او می بیند، درک می کند، بهادهی می کند به رفتار و کردار و مناسبت های خود عائله‌اش در خانواده و اگر همه این مثبت باشد پس در اینجا دیگر حالت ها برمی آیند. از این نقطه نظر می بایست که خود شوهر همچون متکای اساسی پیش از همه مراجعت به مادر عزیز بکند، بسیار هم با ادبانه در یک جا نشسته که ما این کلین را با اختیاری همه شمایان فرض کردیم، گرفتیم، معرفت کرده، دانسته گرفته، سنجیده گرفتیم و امروز دوام 9 سال است که اینقدر مناقشه می رود و فهماندن ضرور بود که این فضای ناسالم می تواند تأثیر روانی بد را به دیگر اعضایان خانواده، به فرزندان این خانواده، به فرزندان خود این، به نویره های همین مادر عزیز می رساند و آنها را و به آنها آسیب های هم جسمی و آسیب های روانی می دهد. یعنی این را باید به نظر اعتبار گرفت. در قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زورآوری در عائله بندی زورآوری روانی وجود دارد. تهمت کردن، مسخره کردن، پسخند زدن، تحقیر نمودن و اگر این عملهای زورآوری روانی منتظم صورت گیرد این زورآوری روانی است و این قانون حمایه میکند این خیل جبردیده ها را، زیرا عاقبتش ناخوش شدنش ممکن، زیرا اینقدر نگرید سوی قصد به جان خود در خانواده ها میکنند. آیا مادر عزیز خود این را درک نمی کند؟ چرا در شورای خانواده که باز آدمان شاید با نفوذی دیگری وجود دارند، آیا آدمان معتبر دیگری این اولاد نیست؟ چرا نمی توان نشست در ترازی عقلی هر یک گذاشت در این شورای خانوادگی و کمبودی اساسی را پیدا کرد و از پی اصلاح آن شد؟ شاید این راه مقبول اساسی حل مسئله است و بیهوده تهمت زدن، به اساس تهمت زدن این آبروی همین خانواده را می‌ریزاند در بین دیگر خانواده ها، در بین دیگر عائله ها و فراموش نباید کند که آبروی خودی فرزندش را می‌ریزاند. از همین نقطه نظر
این مسئله های داخلی اویلوی هستند. مناسبت های داخلی اویلوی در دایره خود خانواده، در شورای خانوادگی بایسته حل خود را پیدا کنند، به بیرون نبرایند. از این نقطه نظر طرز حل مسئله همین است. زیرا معلوم می گردد که در بین خوشدامن و کیلین همین یک فضای ما به وجود نآمده است. اگر در خانواده ما بارها اشاره کرده بودم که الفبای اگر عائله داری از گفتن ما سر شود، ولی در حالت داده شده ما در بین خوشدامن و کیلین دوام 9 سال وجود ندارد و این عاقبت های من بعد را به وجود می آورد. حتی مناسبت این مادر می تواند به فرزندانش تغییر، به نبیرگانش تغییر یابد. از همین نقطه نظر پیش راه این مسئله را حتما گرفتن ضرور است. بنابراین در این حالت ها خوب می شد که در دایره خانواده این مسئله حل گردد، به بیرون نرود، سری خانواده به بیرون برآورده نشود. فرهنگ ملی ما تقاضای همین می کند که همه چیز را در داخل خانواده باید حل کرد و من باوری کامل دارم که عقل سالم همیشه همه این حالات را جا به جا میگذارد. یک کسی تشبس نشان دادنش ضرور و این تشبس بگذار شوهر یعنی برادر عزیز ما به عهده بگیرد. پدرش اگر باشد پس به پدرش مصلحت کند. فقط یک مادر اگر این نزاع داشته باشد پس پدرش شاید که به واسطه این را درک کند و به فعالیتی نشان میدهد، به تشبوسی نشان میدهد. چرا دیگر اعضایان خانواده چنین اندیشه ندارند؟ چرا محض او؟ از همین نقطه نظر ضرورتی یک نوع محاکمه نمودن این مسئله در دایره همین خانواده به عمل میآید. انسان همیشه خطا میکند و آن را باید اصلاح کرد. حالا که این نفر آدم فرزند شما است، فرزندان همیشه خطا کردند، واقعا کار با خطاها اصلاح رفتار شده است. در بیشتر موارد همین گونه است که مادران محبت و توجه پسران خود را با نفر دیگر در مثال کیلین قسم کردن نمیخواهند. چرا؟ از یک رشک به وجود می آید و یک محبت زیاده به واقعا به فرزند است. شاید فرزند یک مدت محبت ضروری را روانه نکرده است و فراموش نباید کرد که وقتی که شخص عائله دار که شد عهده‌داری های زیاده بر دوش این فرزند هم می ایستد. پس یک قسم محبتش باید به فرزندان خود روانه کند، یک قسم دیگرش به عائله‌اش روانه سازد. پس نگرید این حالت ها را باید مادر عزیز درک کند و اگر درک کرده نتواند حتما رشک پیدا می شود که چرا اینقدر توجه به عائله‌اش کرده ایستاده است، توجه به فرزندانش بیشتر کرده است ولی به من کمتر توجه ظاهر می نماید. همین یک نوع نابرابر تقسیم شوی گویا این را درک کردن ضرور و حالت فرزند درک کردن ضرور است که امروز وی واقعا شخص مجرد نیست، یک شخص است که عهده‌دارهای دیگر بنیاد عائله بر دوش او گذاشته است و باید این را درک کند، فهمد، از نقطه نظر حسیات تحلیل نکند، از نقطه نظر دستور دل تحلیل نکند، مشورت با مغز سر کند، به ترازوی عقل روارد و تحلیل کند که رفتار من به کجا بردنش ممکن و درک کند که امروز فرزند در چارچوب زندگی هست و او هم مادر را احترام میکند، هم پدر را احترام میکند، هم فرزندان را تربیت کردنش ضرور و هم نگاه و بین مادری فرزندان را کردنش ضرور. یعنی نگرید که چندین سمت فعالیت فرزند با وجود آمده ایستاده است. کار فعالیت کسبی میکند و دیگر عهده‌داری های دیگر در جای کار می نماید. محبتش را باز در اونجا همچون شخصی اگر کارمندی زحمت کرد باشد روانه می سازد. یعنی خود ناخواه به طور طبیعی محبت اندک اندازش کم شدن میگرد. این را درک کردن ضرور، این را فهمیدن ضرور، وگرنه حسیات همیشه بالا میگیرند و برای نادرست هدایت می نماید. بله. همین درک نکردن های مادران و نه تنها مادران، خواهران نیز هست که یک عمر پسرانشان اذیت میکشند، مثلا ناآرامند. بله، از این جهت هم وقتی که به فرزندانم
که نابرابر این محبت تقسیم کرده می شود و از این نقطه نظر رشک ها به وجود می آیند. ما یک چیز را فراموش کردنمون ضرور نیست. ما روانشناسا یک موقع دیگر هم داریم. محبت در طول حیات انسان نه همیشه کفیل شده می تواند. زندگی خیلی مرکب حیات ما مشکلات گوناگون را به وجود می آورد که بعضا حسیات را اندکی کند می کند. فقط انسان اگر هر لحظه زمان آن را علنگه نزند، علنگش بالا نگیرد و کند می شود. ولی این زندگی است همیشه. بنابراین چی ارزش ها باز در اینجا پیش می آید؟ درک یکدیگر، فهمیدن یکدیگر، احترام یکدیگر. و ما همیشه به وجود میگوییم که بعضا در بنیاد عائلوی بعضی فرموله های دیگر را هم بی‌واسطه ما پیشنهاد میکنیم. شاید ازدواج عاقلانه شود و زندگی عاشقانه، نه انتخابی عاشقانه ولی زندگی خیلی پرتضاد و پرغوغا. یعنی محبت را در ضمن زحمت طرفین در جریان زندگی تولید کنند. به دست آر این خیلی محبت استوار است، چون که ضمن ارزش های خیلی پرقوت اخلاقی تولید یافته است. ضمن احترام کردن ها، ضمن گذشت کردن ها، بخشیدن ها، این تولید یافته است که امروز ما کم اندر کم به این اعتبار میدهیم. بنابراین این محبت را از بس که اینها سرچشمه گرفتن یک لحظه کند می شود، مناسبت ویران می گردد. شاید این محبت را در ضمن زندگی توسط احترام طرفین، مهنت دو طرفه اگر تولید کناند این محبت را، خیلی این دوامدار است، پرثمر است و آدم را با تحمل می کند و دلخواه مشکلات زندگی را واقعا پس سر می کند. این را میگویند زندگی عاشقانه، ضمن انتخابی با شعورانه به عمل آمده است. یک دیگر فهمی ها نباشند، آیا محبت میتواند که با کلی از بین برود؟ بله، و این خیلی مرکب است و این یک نقطه بلندترین خودش را عاقبت پیدا میکناند. یعنی انسان صبر میکند، طاقت می نماید، ولی صبر و طاقت گوسفندانه معنا ندارد. این صبر و طاقت عاقبتش ناخوشی هاست. ما این را در مثال بسیار سوی قصد و خودکشی های گوناگونی که در عائله های تاجیک سر میزنند و امروز یکی از پرابلم های خیلی حل طلب شده مانده است. بنابراین به این اعتبار ولی یکی به خاطر فرزند و دیگری به خاطر آبرو طاقت میکنند، صبر میکنند. بنابراین اینجا همیشه سری وقت عکس العمل کردن ضرور، سری وقت به این اعتبار دادن ضرور، سری وقت شخصانی مسئول، شخصانی سیوم که باید دخالتی به مورد کنند، خودی آنها نمیتوانند، خودی آنها امکان ندارند، زیرا در جریان نزاعهای پرشدت آدمان قطع معاشرت میکنند، قهری میشوند. در اینجا فقط شخصی سیوم، آدمانی با نفوذ، یک آدمی با فرهنگ دخالت میکند که بین اینها متخصص روانشناس پیش از همه دخالت میکند. دخالتی به مورد کردن را به مردم یاد دادن ضرور. یک کمبودی ما همین است. در ادبیات روانی زوراوری را یک تعریف معین دادن در مسئله تعریف زوراوری به عائله و این را متخصصان پلیاکی گفتن، لهستانی. میگویند که زوراوری در عائله این یک نوع بی‌فعالیتی یک عضو عائله نسبت به دیگر عضو عائله است. یعنی وقتی که در خانواده ماجراست، نزاعات بالا میگیرد، دیگر آدمانی با نفوذ خانواده بی‌فعالیتی نشان میدهند، با این امکان میدهند که زوراوری به هدفش برسد. بنابراین گویا که اونها هم شریک شده ایستادند در این فضا برای به آخر رسیدن هدفهای زوراور. بنابراین من خیلی میگفتم که برادر عزیزی ما حتما بی‌واسطه مراجعت کند، اول در دایره خانوادهش این مسئله را حل کنند و در صورت ضرورت به شخصانی با نفوذ این اولاد، قوم و این خانواده رو آورند.
انسان برای به دست آوردن صبر و بردباری و همین طور رسیدن به حکمت و دانش سودمند باید سرد و گرم زندگی را بچشد و از امتحانات زیاد سربلند بیرون آید. سلیمان می نویسند که برادرم 28 سال دارد. او به بیماری اوتیسم گرفتار است. از بس که معده سرش رشد نکرده است، او مانند نورسی 15 ساله رفتار و گفتار می کند. از اطرافیان خودش را کناره می گیرد. ما اهل عائلت تا حال نمیدونیم با او چگونه مناسبت کنیم. از شما خواهش می کنم که درباره این بیماری برایمان معلوماتی بیشتر دهید. اصلا این یک بیماری است چطوری که خودش در اینجا اشاره می کند و در ادبیات روانی نیز به این کودکان یک اعتبار می دهند و یک افاده خیلی مهم را در اینجا استفاده می برند که این شخصیت های واقعیت به خود فرو رونده اند. این شخصیت های به شمار می روند که قریب که معاشرت ندارند، احساس تنهایی برای آنها خاص است و به خود می روند و در دایره شغل های خودش آنها یعنی فعالیت می نمایند. قسم به تکنیک بسیار میل دارد، با ملکه های تکنیکی در او می توان به واسطه تشکل داد و از سبب اون که انکشاف آنها عقبمانی روانی، عقبمانی نسبتا عقلی وجود دارد و حتی تفاوت در سن و سال می شود و در حالت داده شده زیاده از 12-13 سال تفاوت دارد، ولی انکشاف مغز سری او واقعا معینه سری او تا اندازه تفاوت پیدا می کناند. پس نگرید که این گونه آدمان همیشه یک خصوصیتی به خود خاصی را دارند که خود به خود وجود دارند، به خود فرو می روند و بنابراین ضرورت پیش می آید که با در نظر داشت همین بیماری، با در نظر داشت همین علامت های اساسی اوتیسم باید مناسبت کردن را با این بیماران یاد گرفتن ضرور است. یک اصولش همکاری است. من باید به همان شغلی که او بیشتر میل می کند همکاری می کنم و او بیشتر با او روانه می شود. یعنی دقتش اندکی در اینجا متمرکز فقط به یک چیز است، به دیگر چیزی دیگر داده نمی شود. بعضا نارسایی دقت هم در اینجا موجود دارد و بنابراین در ادبیات روانی این هم یک نوع نارسایی دقت تا اندازه توصیف می دهند. این یک علامتی اساسی، ولی علامتی خودی مرکبش از آن عبارت است که واقعا چنین کودکان یک نوع محدودیت ها در انکشاف عقل، در انکشاف جسم وجود دارد و از این نقطه نظر با موافق به همون سن سالشان شغل و دیگر فعالیت های معینی ضروری به همون دوره عینی زمان بوده سن سالش مثلا سمت فعالیتشان روانه کرده نمیتوانند، از عهده طلبات های این نوع فعالیت برآمده نمیتوانند. پس نوعهای فعالیتی به همین سن سال قفا مانده او برای او ضرور است و بنابراین در این حالت خوب می شود که برادر عزیز ما چنین کودکان را آموزش می دهند. مکتب‌های مخصوصی آموزشی، مرکزهای مخصوصی آموزشی با کودکان اوتیسم وجود دارد و در این حالت پدر و مادر تنقیسی میکشند، ملکه کار ندارند و بنابراین حتما به این مرکزها مراجعت کردنش ضرور. مثلا توصیه میدادم به برادر عزیز که خب واقعا در مکتب رقم 72 شهر دوشنبه مرکز اراده وجود دارد و در همین مرکز اراده واقعا با کودکان اوتیسم کار و فعالیت میبرند، متخصصان هم روانشناسان و دکتران و پیش از همه دکتران و بعدا روانشناسان در همکاری با یکدیگر آموزش های مخصوص را میگذارند تا که ملکه و مهارت تا معینی به واسطه کاری را در این کودکان به راه مانند تا که آهسته آهسته به طور خود فعالیت حیاتیشان را به واسطه به راه مانند. بنابراین خوب میشد که به این مرکز زیر روانه سازند، زیرا خود والدین چنین دانش و مهارت را ندارند. یعنی حتما مراجعت کردن آنها به مقصد موافق است. بله، در همین برابر شخصا من نفری رو میشناسم با این بیماری، هرچند به اطراف با دیدی دیگر دارد ولی در اصل بسیار هم با سواد میشوند
بعضیشون در هر موضوعی که نخواهی بحث میکنن. بله بسیار یک عقل و خرد معین را دارن، ولی نگرید که از بس که یک به خود فرو می روند و بنابراین قطع معاشرت میکنند، بسیار را دوست نمیدارند و بنابراین این ضرورتی است که همین آموزش وقتی که اون را میگذرانند از همین علامت های به واسطه خلل رسان آنها را کناره میکنند، آسان می نماید و همون ملکه هایی که گفتم که یک نوع مهارت به ساحه تکنیک دارد و کارهایی را به انجام میرساند که نه هر کس آن را به انجام رساندنش ممکن. یعنی با در نظر داشت من همین خصوصیت های معین پسیخولوژی میتوان در همون آموزش ها در مرکز آموزشی به این امکانیت دهد که باز سایقل دهد همین ملکش رو، همین مهارتش رو، همین دانشش رو و توسط اون واقعا موافق به خودش یک فعالیتی را از خود نماید و در زندگی موقعش را پیدا کنند. کلمه بحران در زبان چینی از دو بخش تشکیل شده است. بخش اولی آن به معنای خطر است و بخش دومی آن به معنای فرصت. فردوس و گلنوره می نویسند که پسرم 25 سال دارد و طی سالهای اخیر در اداره های بوکمیکری به بازی دلبسته است و با این راه ما را چندین مراتبه قرضدار نیز نموده است. هرچند کوشش میکنیم اما او را از این راه برگردانیده نمیتوانیم. باوری دارم که این مشکلات چندین والدین دیگر نیز هست. خواهش میکنم راه درست را برای ما نشان دهید. واقعا بسیار خوب اشاره کردن که والدین های دیگر هم نیاز به این توصیه ها می باشند. گپ درباره آن است که من سوال بسیار میگذاشتم به اهلی همین خانواده، به والدین و به برادرانی در این خانواده وجود داشته. سن سال برادر یک درجه معین برسیده است. پس نگرید این والدین چرا نپرسیدن در دوام این سال این چگونه تربیه و تعلیم را در این خانواده به راه ماندن؟ مسئولیت والدین در اینجا کجا بود که این نفر آدم تا به همین روز یک شغل معین، یک هوس معین، یک انتخاب معینی طرز حیاتی من بعدش نکشیده است؟ انتخاب کس وجود ندارد. نظری من به این کمبودی اهل خانواده هم هست که شخص به این سن سال رود و امروز در بازی های گوناگون اداره های بوکمیکری مشغول شود، پس معلوم می شود که او یک پیشه را انتخاب نکرده است. بنابراین یک کمبودی خیلی جدی اساسی اهل خانواده است که فرزند به این درجه می رسد آرزو ندارد. کودکان در سن تا مکتبی در مؤسسه های تا مکتبی آرزو می کنند، در بازی های گوناگون تعلیمی اشان آرزوی دکتر شدن میکنن، رسام شدن میکنن، کیهانور شدن میکنن. برادر عزیز ما در کنجه که دیدی وای آیا از همون دور به واسطه در اداره های بوکمیکری به واسطه بازی کردن پیدا شده بود؟ پس محیط خانواده مساعدت کرد، نظارت نشد، مسئولیت احساس نشد و امروز این نفر فرزند آنها در این اداره ها به این بازی وابسته شد. این را میگویند وابستگی از این بازی ها و این خیلی مرکب است. وقتی که ما میگوییم که به بازی یک وابستگی پیدا کرد، این معنا را دارد که در این نفر آدم یک طلبات باطینی استوار به همین بازی پیدا شده است که هر لحظه زمان قانع‌گردی را میخواهد. اگر که نکند احساس غیر قناعتمندی به وجود می آید. بنابراین همیشه او را تیله می دهد که مبلغ پیدا کنم و بیروم و همین طلبات را قانع سازم و بیهوده نیست که قرضدار هم شده است. پس سوال پیدا می شود که چی باید کرد؟ بنابراین با این فرزند که اینقدر مهلت را والدین از دست داد، امروز می خواهد اصلاح آن را کرد، پس این خطای خودشان را پیش از همه احساس کنند، بنشینند، باید بگویند که تو حالا چه آرزوها داری در زندگی، کنی در ترازوی عقل او بماند. تو عائله دار هستی یا نیستی؟ در این سوال این چیز آمده است. اگر عائله بنیاد نکرده باشد در این سن و سال، پس چی تو آرزوها داری؟ چی میخواهی در این جمعیت زندگی میکرد؟ چی سهم را برای خود، چی سهم را برای جامعه میکنی؟ نقشه های من بعده او را باید روشن کرد و باید گفت
و برنامه حیات او را ساخت که از همین روز اعتباراً باید چنین کرد. و وقتی که شخص را به برنامه دیگری حیات سمت فعالیتش هم میکشانید و این کار آسان هم نیست، ولی وقتی که برنامه را میسازید و زیر نظارت میگیرید، تفکر و شعور او آهسته آهسته میکوچد، زیرا اجرایش این برنامه قوه اراده را طلب میکند، وقت طلب میکند، زحمت طلب میکند. انسان آهسته آهسته سمت فعالیت، سمت شعور و تفکرش به اجرای این برنامه خیلی مهمی که او اکنون درک کرده است که به این منبت زندگی کردن غیر امکان است و در همین جامعه غیر امکان است و او باید هم نقش اجتماعی بازد و هم نقش خود را در خانواده بازد، نقش فرزندی را بازد نسبت والدینش. بدون فعالیت کسبی چقدر میتواند پدر و مادر سالار خود را واقعا نگاه و بین کند؟ یعنی با این ما این را روانشناسان میگوییم که حتما با شعور این جوان مرد کار کردن ضرور است که سمت او را به آینده روانه کردن ضرور، نه به گذشته، نه به حاضره عین زمان داشته. وقتی سمت فعالیت او را ما روانه میسازیم، قدم به قدم رضایت او را میفهمونیم که درست است، پس میبایست که ما او را به سمت دیگر روانه کرده ایستادیم. و پدر و مادر را در این حالت روانشناس اگر کار بکند با این جوان، با اهل خانواده کار میکند. کمبودی های خانواده را میگوید. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر، این قانون هیچگاه کنه نمی شود. عصرهای من بعد هم این قانون همیشه مبرم بودن خودش نشان میدهد و در حالت داده شده متاسفانه انمین عهده‌داری ها این مسئولیت ها کناره شدن و ثمره تلخی تربیه خودشان را، به مسئولیتی خودشان را چشیده ایستادند. بنابراین مراجعت کردنشان ضرور با متخصص، باز به روانشناس. در همین حالت داده شده روانشناس باید کار کند. با شعور اوش نفری کار کردن نمیتواند. بیننده های عزیز، بخشی دلیل های جالب و مدعی پخش است. پس از چند لحظه ادامه میدهیم. در عالم هر کودکی 88 با بیماری اوتیسم یا خود رشد نیافتن معاینه سر به دنیا می آید. این دم باشد برایتون درباره نفران مشهور عالم که گرفتار این بیماری بودند قصه میکنیم. ماتماتیک و فیزیک بزرگ آلبرت اینشتین در خورده کودکی به خود فرو رفته و تنهاجو بود. او تا 5 سالگی با کسی حرف نمیزد و تا سن 7 سالگی یک چند کلمه را تکرار به زبان می آورد. طبق اطلاع BBC نیوز این مخصوصیت ها را می توان نشانه اوتیسم دانست. در همین ردیف بیل گیتس، ایساک نیوتن و حتی استیون اسپیلبرگ را نیز می توان نام برد. نفرانی که به این بیماری گرفتارند صاحب رفتار و خصلت‌های غیرعادی و فوق‌العاده میباشند. لیوناردو داوینچی، رسام، هیکل‌تراش، معمار و عالم بزرگ ایتالیایی که به این بیماری گرفتار بود، برای تصویر لب‌های خانم مونالیزا 12 سال صرف نموده است. جیمز گارفیلد، 20مین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، میتوانست در یک وقت با دو دست نویسد، با دست راست با خط لاتینی و با دست چپ با خط یونانی. دین اکروید، این هنرمند خود اقرار شد که به بیماری اوتیسم گرفتار است، ولی کسی به او باور نکرد. در رفتار سازنده پوکیمون ساتوشی تنزیری نیز همه نشانه های اوتیسم موجود بود. هیکاری اوز، آهنگساز مشهور ژاپنی، دیلان اسکات پیرس، رسام، دونا ویلیامز، نویسنده استرالیایی، اندی وارهول و وینس وان گوگ، رسامان با استعداد، بوب دیلان نوازنده، اندریو جکسون، 7مین پرزیدنت آمریکا نیز گرفتاران بیماری اوتیسم بودند. حجم خاطره انسان 4 ترابایت را تشکیل می‌دهد. انسان‌ها 90% خواب‌های خود را فراموش می‌کنند. به حساب میانه کودک 4 ساله در یک روز تا 450 سوال می‌دهد. برای خواب بردن انسان 7 دقیقه کفایه است. در تمام عمر پوست انسان 1000 مرتبه عوض می‌شود. در مغز سر انسان در یک ثانیه 100,000 ریاکسیاهای کیمیایی به عمل می‌آیند. چشم انسان قابلیت فرق کردن 10 میلیون رنگ‌ها را دارد. انسان‌ها یگانه موجوداتی هستند که با پشت می‌خوابند.
ҳангоми табассум дар организми инсон 17 мушак фаъол мегардад. маҳина 17 сола аз ноҳияи рӯдакӣ менависанд ки орзуи таҳсил карданро дорам, аммо падарам ба ин иҷозат намедиҳанд. мехоҳам ҳунарманд шавам. ба ҳунармандону ровиён, умуман онҳое ки дар оинаи нилгунанд, зуд дил мебандам ва агар онҳоро муддати тӯлонӣ набинам, ғамгин мешавам. ин ҳол худамро ҳам хаста кардааст. намехоҳам ин гуна бошам, вале худамро ислоҳ карда наметавонам. хоҳиш мекунам кӯмакам кунед. واقعا اصلاح وضعی که و حالتی را که به واسطه خواهر عزیز ما گفته است و این را اصلاحش چنین است. اگر این پیشه را انتخاب کرده باشد، پس برای این پیشه مبارزه بردن لازم. این را اصلاح کرده به حالت دیگر رفتن لازم نه. ما در مثال پیشین اون نفر آدم به پیشه است، انتخاب کسب ندارد. اما در سوال داده خواهر عزیز ما پیشه معین است و برای این کارهای فهماندهی را در خانواده تشکیل کنانیدن ضرور که درک کند اهل خانواده که فرزند ما امروز پیشه اش را، مقصدش را، نقشه من بعدی حیاتش را معین کرده است بدون مصلحت های شخصی دیگر. این خیل فرزند ما هنگامی که در این ساحه میخواند و دیپلمدار میشود و متخصص میشود، او هم برای خود هم برای جامعه نفع رسان میشود. از آنی که به واسطه والدین پیشه انتخاب کرده خودشان را واقعا بار میکنند، تحمیل میکنند. این خطای محض است و این کمبودی امروزه بعضی عائله های ما وجود دارند که والدین کسب انتخاب کرده فرزندانشان را انکار کرده، موافق خواهش خودشان انتخاب را آنها کرده تحمیل میکنند زورن. ما روانشناسان در حجره مشورت پسیخولوژی من با این خیل فرزندان دوچار آمده ایم که کورس یکم را میخوانند ولی به هوس میخوانند. از همین نقطه نظر کوشش میکنند بعدا انتقال کنند به آن جایی که آنها در حقیقت میخواهند یا که قطع خواندن را میکنند. پس والدین در آن حالت بعد کمبودی خودشان را درک میکنند که ما واقعا موافق خواست، درخواست و پیشه انتخاب کرده فرزندمان کار نکرده ایم. خب میشود که والدین این پیشه او را قبول کنند و مبارزه برد، بفهمانند به او. باز هم در خانواده نفرهایی بودند که هستند که بفهماند به والدین که میخواهید که پگاه فرزند شما در جامعه موقعش پیدا کند با همین هنر، با همین محبتش به همین ساحه و پگاه شما سربلند میشوید از این. یعنی این رو فهماندن ضرور. من باوری کامل دارم که بهادهی آنها شاید بهادهی بر غلط است، خطا است. شاید در این ساحه دیگر خیل اندیشه های بر غلط به واسطه به خود بار کردن، دیگر خیل تحلیل های بر غلط میکنن. بنابراین ما همیشه میبایست که انتخاب را یعنی پیشواز گیریم و آن خانواده که انتخاب فرزندش واقعا قبول کرده است و مساعدت نموده است، اون خانواده همیشه موفق شده ایستاده است در خانواده. маҳина 17 сол дораду ҳоло бошад бояд дар синфи даҳум таҳсил кунанд, вале он кас менависанд ки падарам иҷозат намедиҳад. ин нафар маълум аст ки ҳатто маълумоти ибтидоӣ ҳам надоранд. بله، وقتی که انسان پیشه خودش را از ابتدا معین میکند و در این بابت همیشه استوار میشود، این پیشه را به طور مستقلانه از خود میکند، تماشا میکند، میپرسد، تکمیل میدهد به طور خودش را از نظر روانی به این پیشه تیار میکند. بنابراین در همین حالت گفتن آن که و پدرش که با خبر است از این و اگر خودش تنهایی بکشد، پس شخصان سیم حتما مساعدت کردنش ضرور. مشکلات تا زمانی در حیات ما میماند که ما در دل هراس داریم. همین که ترس و هراس را
از افکار خود دور نمودیم میبینیم که این معما چی به آسانی حل شده نیست. بیننده های عزیز، یادآور میشویم که برنامه روان درمانی است و شما میتوانید سوال و پرسش های خود را به عنوانی برنامه ما روان نمایید. به همه سوال های شما روانشناسان ما حتما پاسخ میدهند. سهراب 37 ساله از ناحیه دنغره می نویسند که واقعا و رویدادهای ناچیز عصبانیم میکنند و تا دیر از سرم دور نمیشوند. عصبهایم زیاد خرابند. حالم روز از روز بدتر شده ایستاده است. چی کار کردنم را نمیدونم. آدمان طبیعتاً گوناگونند. یک انسانی هست که او به هر گونه انگیزه ها چندان اعتبار نمیدهد، یعنی از اون متاثر هم نمی شود. برای وی این انگیزه یک آثار میگذارد، همین قطعی کناره میشد و با آن چندان اعتبار من بعد هم نمیدهد. اما طبیعت بعضی آدمان همین است که بسیار حساسند، بسیار مناسبت حسی به هر گونه انگیزه های ناچیز میکنند و به او تأثیر میرساند و بعد به تحلیل حسی آن میگذارد. مناسبت حسی که شد تحلیل حسی میکند. زیر تحلیل حسی چی را میفهمم؟ یعنی انسان به همین حادثه منتظم تحلیل ها میکند و از زینه ایموشنالی، از زینه هیجان سر کرده حادثه ها را تحلیل می نماید و این یک بار عصبانیت او را به وجود میارد و عاقبت های گوناگونی را به وجود آوردنش ممکن. این تحلیل های سطحی هستند و بدیل میگیرد اینها را و بنابراین یک توصیه خیلی مهم چنین می شود که چنین نفر آدم خانه‌خواه که تأثیر انگیزه به او، مناسبت حسی که به او ظاهر می نماید و به عالم حسیات او تأثیر رسانده عصبانیت را به وجود می آورد، زودرنجی را به وجود می آورد و غیر تندی را بعضا به وجود آوردنش ممکن. اونگاه وی می بایست که از زینه احساسی ایموشنالی به زینه عقلی گذرد. چی را افاده میکند به زینه عقلی؟ یعنی من در ترازوی عقلم میگذارم همین انگیزه را. این انگیزه چی ماهیت دارد؟ این چی اهمیت دارد که من زیر آن باید همیشه تحلیل بکنم، آن را به آن اعتبار دهم؟ آنگاه مغز سر ما که مکان استحصال فکر است، عقل و خرد ما را بیدار میکند و ما تحلیل میکنیم و میگوییم که این انگیزه ناچیز بوده است، برای من مهم نبوده است و ضمن تحلیل با شعورانه همین انگیزه ناچیز ما از زینه احساسی به زینه عقلی میگذریم و عقلمان ما میگوید که ناچیزی بوده است، اعتبار باید نداد، سمت فکر به انگیزه دیگر میرود، انگیزه دیگری را باز تحلیل میکند. بگذار و انگیزه بسیار سخت تأثیری بوده است که او را هم باز در ترازوی عقل ماندن از ضرور که عاقبت های سخت جسمی و روانی ندهد. از همین نقطه نظر تا آن وقتی که ما از زینه احساسی بودنمون به زینه عقلی نمیگذاریم، اونگاه این انگیزه همیشه او را دنبالگیر میکند و او را همیشه عصبانیت میکند، زیرا طبیعتش همین است. دقتش باید کوچاند. یک رفیقی خیلی خوبی خوش معاشرت داشته باشد، برود با او در همون حالت فضای خوش معاشرت به وجود آورد، از این انگیزه به انگیزه فضای سالم را به وجود آورنده خودش را تیله بدهد. بگذار به هوای تازه براید، بگذار با ورزش مشغول شود، با تماشای منظره خیلی خوب روانه شود، نفس کشی بکند، چقور نفس بکشد، در اون حالت نفس را برون کند، سبوک می شود. یعنی نگرید و همه این در صورتی که ما میکنیم موقت می رود، ولی وقتی که انسان از زینه احساسی به زینه عقلی می رود، این توصیه اصلا مهمترش. انسان همیشه یاد باید بگیرد که هر گونه انگیزه ها را باید تحلیل با شعورانه کند و مناسبتش را تغییر بدهد به او. تا آن وقتی که تحلیل با شعورانه نکند، انگیزه ناچیز او را تأثیر میرساند، عالم حسیاتی او را باز هم مشوش میگرداند و عاقبت های روانی را دادن میگیرد و این آدم
میبینید که بیخوابی ها میکشد. این آدم خواب های دهشتناک میبیند. مناسبتش با اطرافیان تغییر یافتن میگیرد. در پایان برنامه به بیننده های ما چی توصیه میدهید؟ من به بینندگان اساسی برنامه رواندرمانی میخواستم یک توصیه دیگری پسیخولوژی را دهم. من انسان در طول حیاتش یک شاهکاری میکند و این شاهکاری این خود را ساختن است. من میخواهم که تمام ما که در تمام طول حیاتمان را با مسئله های گوناگون حیاتی که پیش می آیند و ما را دنبالگیر میکنند و ما از پی واقعا برطرف کردن آنها می شویم و در همین مبارزه ها ما خودمان را باید بسازیم. زندگی از خود ساختن ها عبارت بوده است و اگر ما خودمان را بسازیم امینم که دلخواه مشکلاتی در حیاتمان به عمل آمده را ما پسی سر کرده می توانیم. همیشه باید نگهبانی 3 چیز باشیم. وقتی تنها هستیم نگهبانی افکار خود، وقتی با خانواده هستیم نگهبانی اخلاق خود و وقتی در جامعه هستیم نگهبانی زبان خود. امروز به سوالهای شما پاسخ گفتند روانشناس محمدالله دولتов. بیننده های عزیز، یادآور می شویم که برنامه رواندرمانی برنامه خود شما است و شما می توانید طول هفته سوالهای خود را به پشت الکترونی یا تلفن های ما که یعنی زمان روی اکران های شما نمودار است روان نمایید. به همه سوالهای شما روانشناسان ما حتما پاسخ می‌دهند. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. تا دیدار دیگر، سلامت باشید.